3 تا کس را الله روزیش قبول نمی کنه. چند کس را؟ 3 کس روزیش قبول نمی شود. وقتی این روزها به پیشگاه پروردگار می رود، الله جل مجدوه می گوید دفترش باز نکنین. اصلا نمی خوانم، اصلا گریهش کار ندارم، تهجدش کار ندارم، تراویحش کار ندارم. این 3 تا را اصلاح کرده یا نکرده؟ 3 تا. اگر این 3 تا خصلت در وجود کسی باشد، زحمت نکند، خدا قبولش نمی کند. من میگویم قبول نمی شود. این سخن من نیست، سخن محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود اول کسی که خدا روزش قبول نمی کنه او کسی است که رمضان می آید هنوزم با برادر خود خفه است. رمضان می آید هنوزم با مادر و پدر و همسایه و رفیق و دوست و مسلمان خفه است، قلبش پر از کینه هست، پر از کینه. باور بکنین بعض انسان ها چند برابر وزن خود کینه را حمل می کنند، چند برابر وزن خود. بسیاری ها رفتن به حج، به خانه الله، خانه پاک الله، ولی این فاضلات امرای خودشان بردن، این کینه ها و بغض ها را بردن. من کسی را سراغ دارم که رفته بعد از 2 سال به زیارت مادر خودش، همین که دروازه را باز کرده دیده که برادر بزرگش پیش مادر نشسته است، از همون جا دوباره برگشته. این فکر میکنه دیگر خدا مثل همین لباس لیلامی است که من به توسط پول خود خدا را میخرم. نه عزیز من، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله جل مجدوه روزه کسی که او کینه دارد، بغض دارد، دشمنی نسبت به برادر خود دارد، الله به درگاه خودش قبول نمیگرداند. با فرشتگان چی میگه؟ انظروا هذین، انظروا هذین. 3 مرتبه صدا کرد. حدیث 65 مسلم است. انظروا هذین، انظروا هذین. ایره بانین تا زمانی که صلح نکرده روزیش قبول نمیکنم. ایره به خواهران ما خبر برسن. عزیزان من، اونهایی که فکر میکنن ما ببخشیم، ما عفو بکنیم، ما کم میشیم، نه. شاید انسانهایی باشن که بگوین اگر ما گذشت بکنیم اون به جنت میرود. نه، اگر تو گذشت کردی و آغوش خود را باز کردی الله تو را به جنت میبرد. هیچ بهانه نمیشود، هیچ بهانه را خدا قبول نمی کند. اول او شروع کرد، دخترش به من نداد، پول مرا گرفت، زمین مرا گرفت، بهانه ها نمیشود. اون مسلمان است، باید برای الله آغوشت را باز کنی و الا خدا روزه را قبول نمی کند. دوم، کسی که روزهش قبول نمی شود کسی که روزه گرفته اما چشمش روزه نیست. این دیگه خطرناک نیست؟ خیلی خطرناک است. کسی که چشمش روزه نیست، نمیخورد، نمی نوشد، تشنه هم است، گرسنه هم است، کارم میکند، اما 2 تا چشمش تمام روز میتره، 2 تا چشم در حرکت است، تمام روز ذخیره و تمام روز آتش جهنم را تولید میکند. 2 تا چشمش به سریال، به تلویزیون، به فیسبوک، به دختر، به فلان، به بسم الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که 2 تا چشمش روزه نیست الله روزش قبول نمیکنه. و بعد فرمود رسول پاک صلی الله علیه و سلم کسی که زبانش روزه نباشد. بسیاری ها قبلا غیبت نمی کردن، همین که ماه مبارک رمضان آمد قرار است تازه شروع میکنن به غیبت کردن. چرا وقتتر به خانه میآیند، شروع میکنن به همراه همسرشون فلان فلان کرد، فلان فلان کرد، در حالی که نمیدانند. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که غیبت میکند روزش الله قبول نمیگرداند. الله به ما شما توفیق عمل نصیب بگرداند. سروران من، عزیزان من، بیاییم که ما با پروردگار خود پیش از این که این ماه بیاید صلح کنیم، با تمام معنا داخل این دین شویم، با تمام برنامه‌های خود داخل این دین شویم. و آخرین خواهش من این است عزیزان من، نباید تلویزیون در خانه باشد، اما در ماه مبارک رمضان که اهم است نباید نگاهش بکنی و الا خود را زحمت ندهیم که خدا فریب نمیخورد. سروران من، از تلویزیون سریال دور بکن. اگر خودت نگاه نمی کنی دخترت نگاه میکند، روزه هست. چرا اون خواهر مسلمان مرا که روزه گرفته زحمت کشیده روزه ایشتا به باد میدهیم ما پدران؟
همسر ما نگاه میکنه چرا روزی شب باد میدهیم، فرزندان ما نگاه میکنه چرا روزی شب باد میدهیم. شک در این نیست وقتی به اون نگاه بکنن اون گناه است، اون معصیت است. تنها روزه گرفتن نخوردن و ننوشیدن نیست، و الا دهن اسبم بسته بکنی تا آخر روز چیزی نمیخوره و چیزی نمینوشه. ما تو خود با روزی خود 3 تا چیز طلب میکنیم. چند تا؟ 3. اول، یا الله ما روزه میگیریم، ما را غریق رحمت بگردان. دای اول رحمت است. ابر رحمت پروردگار بر سر امت اسلامی سایه می کند، کلگی پر از رحمت می شود. اما دوم خواسته ای که از الله داریم، یا الله مایی که این همه گناه کردیم، یا الله گناهان ما را همه ایش را ببخش. این دوم خواسته ما. سوم خواسته ما، یا الله ما را از آتش جهنم نجات بده. وقتی این 3 تا خواسته از الله میکنیم، آیا الله هم از ما خواسته دارد یا ندارد؟ خواسته دارد. خواست الله از ما مسلمان ها امی است که روزه را به تمام معنا باید گرفت. عزیز من، تهجد وقت سحر را فراموش نکن. همین که سحری را خوردی بلند شو از جایت. گرچه شیطان خیلی تلاش میکند که بخواباند، دوباره شیطان خیلی تلاش میکند به گوشت زمزمه میکند، تمام روز کار میکنی، تراویح هم تا آخرای شب رفت، خیلی ناوقت شد، بخواب، نماز صبح نخوان، بخواب، تهجد نخوان، ولی تو با همت قوی خود از جای خود بلند شو، 8 رکعت تراویح بخوان. میدانی 1 رکعت نفل معادل فرض است. 8 رکعت تهجد معادل 8 رکعت فرض به نامه اعمال در روز قیامت الله برش مزدت را میدهد. دعاهای وقت سحر را فراموش نکن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود دعا فقط وقت قبول می شود که وقت سحرگاهان باشد. اون وقت اجابت دعاست. در وقت افطاری دعا را فراموش نکن، اونجا هم در وقت افطاری تلاش بکن که دعا بکنی. و سوم گروه را میگم دعا میکنم. سومین گروه اول کسانی بودن که از رمضان خوششان نمی آمد، بهانه ها میکردن. گروه دوم کسانی بودن که ماه مبارک رمضان را ماه بخور قرار داده بودن، گویا 11 ماه روزه گرفته بودن. اما گروه سوم شما هستی. الله اکبر. گروه سوم چه کسی هستند؟ وقتی که رمضان قرار است میآید و آوازش به گوشش میرسد، دیگر هر لحظه اشک میریزاند، انتظار تراویح میکشد، انتظار گرسنگی میکشد، انتظار تشنگی میکشد، انتظار قطرات اشک میکشد، انتظار وقت افطاری میکشد که وقت دعا هست، انتظار میکشد که تهجد بخواند، انتظار میکشد که استغفار طلب بکند، انتظار میکشد که رضای الله به دست بیاورد. مثل اصحاب پیامبر، همین که رمضان میآمد باور بکنین اونها دیوانه بودند، حالتشان دیگرگونه، عاشق بودن، عاشق. میگفتن یا الله چی میشود که این رمضان را دراز بکنی که هر لحظه یادت را ما بکنیم. بیاییم که ما خود را از این گروه سوم قرار بدیم. سروران من، از این گروه سوم پیام رمضان برای امت محمد صلی الله علیه و سلم امین بود که خدمت شما عزیزان عرض کردم و این را بگویم. رسول خدا فرمود فی الجنت 8 ابواب، جنت 8 دروازه دارد. با آواز بلند میشم، چند دروازه؟ 8 دروازه دارد جنت. باب یسمى الریان، یک دروازه جنت دم بالای سرش نوشته است ریان. ریان معنایش در فارسی ای است، ریان یعنی سیراب کننده. سیراب کننده در سر دروازه جنت نوشته است ریان. این دروازه فقط بروی کی باز می شود؟ بروی روزداران. همین که نزدیک جنت می روند این در باز میشه، پرسان میکند کی هستی؟ میگوید روزدار امت نازنین ما محمد صلی الله علیه و سلم. بفرما دروازه ریان باز می شود. رسول خدا فرمود به احد دیگر اجازه داده نمی شود از او دروازه داخل جنت شود، فقط مخصوص روزداران است. بیاییم که همین در را مخصوص خود بگردانیم.